و قتاده رحمه الله میگن کسی که یک زن دارد این مرد ترسک است و کسی که دو زن دارد این مسکین غریب است، برای که دو زن و در بعض حالت‌ها انسان اذیت می‌کند، هر دوش مصلحت کرده اذیت می‌کند. و کسی که سه زن دارد این سلطان است، یعنی در حالتی خوب خودش حس می‌کند. و کسی که چهار زن دارد این اسد است، این شیر است، این لذت زندگی میفهمد. و البته فرزند زیاد میشود از این زنها و این سببی کمک به امت اسلام میشود. وقتی که انسان زن زیاد میگیرد، فرزند زیاد تولد میشود، در همین حالت نصرت اسلام پیش میرود، چرا که در یک مرد وقتی که 20 یا 30 فرزند است، 10-15 تا اینا در راه الله سبحانه و تعالی برای جهاد میبخشند. اما وقتی که یک زن میگیره، 2 فرزند، یک پسر یک دختر، این نه دختر در راه الله داده میخواد، نه پسر در راه الله داده میخواد. امروز مصیبتی ما مسلمان ها همین است که همه ما یک زنی داریم، یک تا یا 2 تا یا 3 تا فرزند داریم، یگان نفر از این رو نمیخوایم که در راه الله سبحانه و تعالی بخشیم و این هم سبب ضعف امت میگردد. بارک الله فیکم.